سلام. خبر قابل توجه همه دشمنان نظام. امروز به مناسبت سالگرد قلمبا کردن انقلاب توسط خمینی گور به گوری دجال، گزینه بسیار قدرتمند مدارانه سیدعلی توسط یکی از جوانترین چهره‌های در حال رویش نظام روی میز قرار گرفت. دیگی منو. حالا ما بر اساس اون چه داریم که همون تفکر اسلام و ایرانه با این گزینه ها حرکت میکنیم، اونا هم با اون خویی که دارن دیگه. بله، حالا این شما و این گزینه بسیار ترسناک سیدعلی بر روی میز دشمنان نظام که همین الان از تفکر این دایناسور برخواسته. هولولولولوی پر میزنیم پر شبیه پرنده، همه با هم متل مدرسه جای کلاس و درسه، هر کی که تنبل باشه از مدرسه میترسه. واقعا که بابای اقتدار ولایت رو در آوردید شما. حالا این خیمه شبازی که دیدید دستگرمی بود. اصل خیمه شبازی رو شیخ فری اجرا کرد. ایران به یک مذاکرات عادلانه و سازنده در چارچوب مقررات بین المللی مصمم هست. امیدواریم چنین اراده‌ای از طرف مقابل هم در زمان مذاکره که در روزهای آینده شروع می شود ما شاهد باشیم. همه دنیا بدانند که مردم ما از تهدید و تحریم هراسی نداشته و نخواهند داشت. شیخ فری چی شده؟ تریپ احمدی نژاد برداشتتت؟ لااقل یه چیزی بگو بگنجه. راستی چه خبر از خزانه خالی؟ دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده. خب حالا که دنده خالی بندی رو چاق کردی یه درشتشو بیا ببینی. ما امروز در زمینه روابط با جهان در فکر منافع مردم خودمان و در فکر منافع منطقه و ثبات این منطقه هستیم. ما اولین ضربه را بر تحریم غیرقانونی زدیم. همه نوع ضربه دیده بودی؟ الا ضربه سینه خیز، اونم با زانوهای خونی پشت میز مذاکره. زهر بد جوری حالی به حالیت کرده حسن. افتادی به تلو تله خوردن. اینها فیلمش هم هست. بپا کله نکنی شیخک. ببین گله ساندیس خورا رو نمیتونی با این قپیا از این که هستن خرتر کنی. یه حرف درست درمون بزن. امروز یک مدیریت منسجمی در این کشور حضور دارد. یکی مدیریت شما منسجمه، یکی هم مدیریت آشپز بیت موقع پخت قاطی پلو. کاش که لااقل میذاشتی 2 ساعت از همین قمپوزی که در کردی بگذره. 4 جمله بعد خودت زیرا به حرف تو زدی. هیچ کس نباید فکر کند که یک جناح میتواند بر کشور حاکم باشد. باید همه جناح‌ها، همه احزاب، همه گروه‌ها نقش خود را ایفا کند. بفرما. شیخ فری با 2 جمله
خطبه تجزیه نظام رو جاری کرد. مگر میتوان تحمل کرد که یک فرد 9000 میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؟ کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده اند؟ ما باید مواظب فساد باشیم. قربون عمتون برید با این نمایش انسجام و وحدتتون. الحق که وقتش رسیده قبر امامتون وا بشه و کل نظام آشلاشتون جا بشه اون تو. دلم میخواد بزنم قبر امام وا بشه، توی اون فاضلاب کل نظام جا بشه. آی امام وای 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 امام، وای 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 امام، وای امام. زهر رو که سر کشیدیم دیدیم کمر تا شده، به جای دار بسته نظام همگی با هم وا شده. آی امام وای 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 امام، وای 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 امام، وای امام. روزی که امام جون تخم نظامو کاشتی، برای سلطنت چه آرزوها داشتی. آی امام وای 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 امام، وای 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 امام، وای امام. حالا نظامت پاشیده، آش ولایت ماسیده، سید علی آخر کار به عباد گند کشیده، به عباد گند کشیده. توی امام گور بگور دارن دست مرد شور، همین روزا نظامتم میکنن تو گور بزور، میکنن تو گور بزور. زهر رو که سر کشیدیم دیدیم کمر تا شده، پیچای دار بسته نظام همگی با هم با شده. آی امام وای 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 امام، وای 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 امام، وای امام. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.